آمدم در این جهان تا خویش را پیدا کنم. چند روزی خویش را با زندگی هم پاک کنم. گر نتانم مرده ای را زنده سازم بعد مرگ، قرض باشد یادگاری مرده را احیا کنم. درود بر شما را بینندگان عزیز و گرامی قدر، هواداران برنامه آفتاباران و دوستداران کلام بده. در این شام دلانگیز بهاری تصمیم گرفتیم که باز هم معنی‌های جالب را از دفتر اشعار استاد لایق شیرعلی منظور شما نماییم. مهمان امروزی برنامه ما شاعر خلقی تاجیکستان استاد آذرخش می باشند. سلام جان. خوش آمدید استاد. بیننده‌های عزیز سلام. خوش آمدید استاد. استاد عزیز، سال دوم است که ما درباره حیات و فعالیت و مضمون و مندرجه اشعار استاد لایق شیرعلی سلسله برنامه‌ها تهیه نمودیم. البته اطمینان دارم که دانستن از لحظه های عمر لایق شیرعلی برای هر نفر جالب است و ما تصمیم گرفتیم آن نفرانی که بسیارتر با استاد لایق همنشین شده از صحبت های استاد لایق بهره‌مند گشته‌اند دعوت سازیم تا آن لحظه های شاعر را ورق گردان نماییم. خب در آغاز برنامه می گفتید که اولین شناسایی شما با استاد لایق کی و چگونه صورت گرفته بود؟ تشکر. راستی استاد روانشاد لایق شیرعلی از مردمی ترین شاعران ما بودند و هستند. و گمان میکنم که ما در شماره از 1000 نفر از 2000 نفر زیادتر بیشتر شاگردانشان هستیم که به دیدارشان رسیده ایم. یعنی خیلی با مردم زیاد می نشستند و محبوب که بودند، دوست می داشت مردم و این افتخار ما را هم نصیب گشت. اصلا استاد لایق را من از روی شعرشان شناختم. در کودکی وقتی اولین شعرهاشان خواندیم و از یاد کردیم، شاعر آن وقت به ما شناس شده بود. همچون لایق یک محبتی خیلی صمیمی داشتیم به شعرشان و اشعارشان و از طریق رادیو و تلویزیون که صحبت‌هاشون میشنیدیم و میدیدیم، آرزوی دیدارشان در دل ما بود. و وقتی در دانشگاه دولتی تاجیکستان در شعبه سخنشناسی میخوندیم، با اتفاق نویسنده ها یک علاقه نزدیکتر پیدا نمودیم، رفت و آمد کردیم. من گمان میکنم که همه آن نفرهایی که در دانشگاه ملی تاجیکستان خاصه همان رشته سخنشناسی خواندند، از روز آمدنشان آرزو داشتند که با دیدار مثلا استاد لایق با دیدار استاد مشرف گردند. و در دوره دانشجوی واخری های زیاد میگذشت با شاعران و نویسنده های و با اهل ادب و فرهنگ. یک سالهای 80 و بعد 80 احیای فرهنگ ملی ما رو زده بود. احیای زبان تاجیکی، مثلا ادبیات تاجیکی، همون دوره بهترین طلایی ادبیات ما همون وقت بود به فکرم. و استاد لایق با شعرهای برجسته، با شعرهای همیشه جوان و عاشقانه خودشان در دل ما جوانان جا گرفته بودند. و اولین بار در خوابگاه فکلته ما گفتن استاد لایق میبیان و ما پیشتر رفتیم در خانه بچه ها میشتیم، من سرود میخوندم اون وقتا و یکی در کشاده شد که استاد لایق و استاد عبدالنبی ستارزاده در کشادن. تو همه از جا برخواستن. این خانه بچه ها پسرها گفته یک شوخی کردن. واخری خیلی هم زیبای هم بود، در دلنشین بود در خوابگاه. اونجا من سرود خوانده بودم و اولها استاد میگفتن که آوازخوانی نغز میشوی، به این معنی. یعنی واخوری ما با استاد در انمون محفلی
ادیبان جوان دانشگاه صورت گرفت. بعد اولین بار نمیدونم کرسی 4 میخواندیم، سال 84 بود. اولین شعر ما وقتی بردم نزد گلنظر کلدی، استاد گلنظر مدیری بخش نظمی صدای شرق بودن. شعر هم شعر بدی مجنون نام داشت. بدی مجنون در نگاه کودکیم، همچنان همسایه دختر می نمایی، تازه و تر می نمایی. اونا دیدن و بعد نامم هم گرفتن، طالب کریم نوشتن استاد گلنظر و گفتن که اینو ما نشر میکنیم. بعد با استاد لایق که سرمحرر بودن، سرمحرری مجله بودن، تلفن کردن و گفتن که یک بچه آمده از شعرش من قبول کردم. بعد تلفن گپ زدیم، دعا دادن، اما روبرو نبودیم. بعد از همه نزدیکتر در توی عروسی ما، در توی ما با خانم فرزانه، رئیسی محفلی ما بودن استاد. بله. رئیسی توی بودن. بعد این خیلی روا کردیم، خیلی بهره برداشتیم. بعد نمیدونم هزار واخوری هایی که افسوس ما نتونستیم از همه اون واخوری ها و نشست ها نوارها برداریم. خیلی بود. تشکر استاد. درست گفتید و ما نیز آگاه هستیم که استاد لایق بسیارها بارها در مهمانی خانه شما قرار داشتند و در خوجند، شهر باستانی، در خانه شما در شهر خوجند وقتی خود را چگونه سپری میکردند؟ آیا محفل های شعر و شاعری تشکیل میشد؟ خب چگونه صورت میگیرد؟ استاد خوجند رو دوست میداشتند خیلی و با شاعران با نویسنده های ولایتی ما محبتی مخصوص داشتند. البته خانه ما هم می آمدن، مانند فرزند می آمدن. پسرم دخترم گفته می آمدن، این برای ما دولتی کلام بود. اما هر دفعه که می آمدن قسمتی زیاد حتما می گفتن که رویم خانه سیف اللهیف، اتخان سیف اللهیف روان شد، خانه موسفید رویم می گفتن. و خانه عبدالمنان نصرالدین استاد خیلی ما یک جای رفته ایم. یعنی در شهر خوجند هم زیاد مهمانداری میکردن دوستا و صحبت ها اونجا صورت میگرفت. مثلا در خانه استاد نور محمد نیازی انا بارها نشستیم و صحبت ها در لب اون دریای سیر که یک جای نشستی زیبا دارن زیر مجنون بید اونجا. خب در وقت همین صحبت ها کدام شعر افشا شده بود؟ مثلا یاد دارید که همین در وقت صحبت ها من گفتید که در نزد منظره زیبا در نزد ساحل دریای سیر، آیا استاد یگان شعر ایجاد کرده بودند که استاد بداهتاً هر چی میگفتن اما شعرشون گمان میکنم شعر چیزی است که در بیشتر در تنهایی ایجاد میشود بانو جان. اما استاد لایق یک نفری بودند که ره به ره بیت میگفتن و زیبا میگفتن و بداهتاً میگفتن. مثلا من چند سایه دست هاشون یاد دارم که همراهی نفر من بودم یا که به خودم گذاشتن سایه دست ماندن و یک سایه دست من مانده بودم و استاد جرأت کرده کتابی از چشم سار آمدم رو من اونجا نوشتم خلایق زنده خواهد داشت لایق را که لایق زنده می دارد خلایق را. بعد خیلی دیدن و گفتم خلایق نغز یافتی. من گفتم اسلوب خودتان. تبسم کردن. اما همراه دوستا ما گفتیم که باید یک بزم تشکیل میکنیم. شب و روزی خیلی وزنین بود در تاجیکستان که جنگ شهروندی میرفت. استاد آمده بودن هیچ خیال شعر هم نمیکردن، خیلی خاطرشون گرفته بود و من گفتم خیلی یک بزم تشکیل کنیم هرچند باشد کشاده میشن استاد شاید. و خانه یک دوستمان یارملیک
یارملک قیومزاد رفتیم. کتابی نه، یک کتابشان نشر شده بود، کدومش بود نمیدونم، شاید کتاب فریاد بی فریاد درست باشد. همون نشستیم، بعد آوازخوانه دعوت کردیم، میرسلیم اشورов سرود میخواند، استاد نشستن صحبت، بعد یکی کشاده شدن. در همه مثلا اون وقت ویدیو نداشت، حاضر که تلفن ها همش ویدیو میبرداره. ما از تلویزیون دعوت کرده بودیم، کامera گرفته بودیم، کامera تلویزیون، و بعد از 1 ساعت استاد کشاده شدن. گفتن اول یک صحبت آغاز کردیم، گفته بودن همین چی در کار نوار میبرداریتون. بعد 1 ساعت بعد گفتن که بیا کامera تا در گیران. گفتن من شعر میخوانم و زیاده از 1 ساعت، قریب 1.5 ساعت فقط 2 بیتی رباعی خواندن. خیلی جالب بود. بعد یک کتابم برای یارملک که از دردری زرافشان از دهه دردر هستند نوشتن که رهایی خواهمت، رهایی بادت از هر قید و هر بند، زی دردر تا به درگاه خداوند. یا همراه یک هم درس هم وقتی رفتیم، من اولین بار پیش استاد جرأت کرده شعر خواندم، شعر خودم. خیز مادر که مسافر پسرت آمده است. همون شعر مادر وقتی خانهشان رفتیم، همراه میرزا هم درسم بود، پایم یک کتابی استاد گرفته رفته بود که من سایه دست میگیرم. بعد شعر خواندم، صورتی مادرشان که محیدین آلمپور برداشته است، اون صورت ایستاده بود و اونجا نوشته که پسری غزل نویست آمد، پسری عزیزت آمد. وقتی این شعر خواندم، استاد دعا داده که سبک خراسانی سبکی خیلی قوی است، شیرین ترین سبک است. گفته تبریک کردم و برای میرزا سایه دست نوشتن، برای میرزا برای فردا سایه دست نوشتن. همین خیلی مثلا بداهتن گفتنشان بسیار عجیب بود. یک دفعه ما از پیش خوابگاه دخترای یونیورسیته میگذشتیم، دانشگاه. بعد من گفتم استاد رویم خوابگاه داریم، چه خیلی خرسند میشن از دختران. اول نگفتن، بعد در آمدیم دخترای دانشگاه کجا جمع شدن همشان. استاد لایق اول خیلی گوش کردن، چند نفر شعرشون خواند، بعد یک شعرم خواندن و گفتن دعا لوبیا لوبیا دخترها به شوبیا. و بسیار این چیزهایی که از یاد نمیرود مثلا. اما استاد لایق واقعا شاعری بودند که در دیوار، در همه دیوارها بیت نوشتند، در همه درها بیت نوشتند. دسته در میکشد از آستینم هر سحر، ای که بیرون میروی این آستان را گم مکن. بهترین بیت است، شاه بیت است که من گمان میکنم میتونیم در روی دری همه خانه ها ما بنویسیم. مثلا برای گل شعر گفتن، برای خار وطن هم شعر گفتن. یگانه شاعری که هم در سوگ و هم در سور مردم شعر میخوانن از اون کس، مثلا بیت میخوانن، یعنی درد دل مردم میدانستن. و همین رهبره خیلی شیرین شعر میگفتن و خیلی به خودشان میزیبید. بله، درست گفتید. در آغاز برنامه قید کردید که شما اولین شناسایی شما با استاد لایق به واسطه اشعار شاعر زنده یاد صورت گرفته بود. بله. پس ما میدانیم که هر نفر برای هر نفر شاعر نوقلم مکتب استاد لایق خیلی بزرگ است. ولی برای شما هم برای تربیت نمودن، همچون تربیت نمودن انسانی کامل، کدام پند استاد لایق در خاطرتان هست؟ مثلا با کدام خصلت خود برای تربیت نمودن انسانی کامل سهم می‌گذاشتن؟ استاد لایق با تمام بزرگیشان آدم خاکسار بودن، خیلی خاکسار و خیلی آدم دسترس بودن.
با این معنی که گفتم به مردم خیلی نزدیک بودن. تصور کنید که مثلا در روزهای شادی مردم شاعر را میجوید، اما در روزهای غم هم مردم میجستند و میخواستند که یک تسلی از همون کس گیرند. در روزهایی که برای مسئله های مهمی هم سیاسی هم اجتماعی هم فرهنگی کشور از استاد مصلحت میگم، چون راهنما بودند. این خیلی خیلی قیمت بودنی یک شخصیت را نشان میدهد. من با چشم خود دیدم که یک بزرگوار که معجزه آفرین است اینقدر خاکسار میگذرد. این درس است برای هم ما هم و آینده ها. و استاد لایق یک شاعری بودند که ادبیات کلاسیکی ما را خیلی خوب از خود کرده بودند و میدانستند که شاعری کلاسیک چخیل زندگی کرده است و شاعر معاصر وارثی اون شاعران بزرگ چخیل باید زندگی کند. و قدم به قدم آمدم، دیدم، رفتمشان را گفتند و پیش از رفتن مثلا شعر خیربادشان را نوشتند و هر کجا رفتن سلامنامهشان الکی بود. این خیلی شاعر باید همین خیلی باشد. شاعر باید بین سلام و پدرود زندگی کند و هر لحظه یک سلامش به خواننده‌اش برسد. هر لحظه و هر لحظه خیرباد هم بگوید که این امر واقعی است، امر تقدیر است که حتما مثلا استاد وقتی شعر لایق وداعت کرد و رفت را نوشتن، من البته از دفترشان خواندم، از خارجه آمدن و وقتی که شدم خواندم آن شاخی گلبن را بگو لایق وداعت کرد و رفت، آن لعل میگون را بگو لایق وداعت. من گفتم مولوی گفتن مولوی. استاد خیلی دوست می داشتن مولوی. رو آن ربابی را بگو مستان سلامت میکنن. سلامت میکنن لایق وداعت کرد و رفت. از سلام تا ودا بردن شعر. اما ودای استاد لایق هم سلام است همینجا. و اصلا یک موضوع خیلی دامنه‌دار است، لایق و مولوی. اگر ما شنیم صحبت کنیم، خواننده ها بخوانند شعر مولوی را و شعر استاد لایق را و ترانه ها بسرایند از مولوی، از استاد لایق. و یک پیوندی هست که این پیوند میدونید این پیوند را ساخته نمی شود. محبوبیت را ساخته نمی شود. برای محبوب بودن محیط بودن در کار، دوست داشتن در کار. هم دوست دارید که محبوب. استاد سخت دوست می داشتن. شعرهای استاد، شعرهای افتخاری استاد بهترین نمونه اشعار ادبیات ما امروز و آینده است. که مثلا یادگار عینی و این کوهساران زنده باد، شعر ترس زاده و این آبشاران زنده باد. یا که اون شعر افتخارشان در میان کوهساران. این افتخار استاد لایق چنان ساده، چنان روشن، چنان صمیمی است که ساخته نمی شود. مانند اون که خودشان دوست می داشتن. شاعر را مردم برای همین دوست می داشتن. یک نفر من با تلفن کرد و گفت که بعد مرگشان افسوس گفت که من هر هفته نماز جمعه می روم، اما من مثلا 5 وقت نماز نمی خونم. هر هفته نماز جمعه می روم و با استاد لایق دعا می فرستم. گفت از همین خوجند. برای من بسیار عجیب بود. گفت همراه هم سالم صحبت داشتیم، هم رفیقام و همین کاری من قبول نداشتن اونا. من بسیار میخواستم که ببینم چی جوانی است. رفتم و دیدم که از شعر اینقدر خبر ندارد.
از ادبیات، اما دوست داشته است. میگوید من وقتی از تلویزیون میدیدم در دلم یک گرمی پیدا میشد. محبت این است. مثلا استاد لایق مکتب دیده بودند. استاد لایق مانند مثلا استاد قطب کرام و مستان شیرعلی و استاد مومن قناعت و استاد گلنظر و اینها از مکتب استاد ترسانزاده برآمده بودند و اینقدر نام ترسانزاده را بالا برداشتند که اینقدر احترام گذاشتند که این یک درس است. میدونید درسی بزرگی است. استاد خود را شناختن و دوست داشتن و حق گذاری کردن کاری هر کس نیست. بسیار هم استاد لایق برای ما اینا درس دادن که مثلا چخیل استاد ما درس دادیم دوست داریم، چخیل معلم ما باید احترام گذاریم، ما چخیل باید به فرهنگ ما، به پدر و مادر ما، به اهل پیوندان نمان، با دوستان ما چخیل دوستی کنیم، مهربانی کنیم و خیلی احترامشان احترام صمیمی بود، خصوصا به ادبیات عالمگیر ما که استاد خودشان یک دریا بودن. مثلا وقتی صحبت اگر درباره یگان کلمه بحث میرفت میگفتند که حاضر من فرمودم، میگفتند کمیته مرکزی میگفتند حاضر فرمودم، میگفتند بعد یک دو دقیقه حتما یا از شاهنامه می آوردن یا از خواجه حافظ می آوردن مثال، یا از مثنوی مثال آورده بیتش قطعی میگفتن اون کلمه. یک از یادم نمیرد کلمه واقعه در خانه روانشاد استاد عبدالمنان نصیرالدین نشسته بودیم و درباره واقعه صحبت رفت که چی معنی دارد واقعه. گفتن این واقعه خب همان روزی رفتن است و روزی قیامت هم در نظر داشته شده است، اما این بیت آوردن از خواجه حافظ که به روزی واقعه تابوتی مازی سرو کنید که می رویم به یادی بلند بالایی. از یادی من نمیرد، یعنی این هم خیلی بیت آوردن علاقه درس است برای ما و جاشان جنت باشد در زندگی خودشان مانندی شعرشان رقص کنان آمدن و رقص کنان رفتن. از یادم نمی رود وقتی ما کتاب خانه دل نشر شده بود و همراه گروه نوروز به افغانستان رفتیم، برنامه کنسرتی داشتیم. من اولین آهنگی که بر اشعار استاد مانده بودم شعر تا تو به دادم میرسی آهم به کیوان میرسد، تا تو به دادم میرسی آهم به کیوان میرسد، تا تو به قدرم میرسی عمرم به پایان میرسد. اینا آهنگ مونده بودم و خواندم. برنده کنسرت ما در افغانستان امان اشکریز صاحب قلم گوینده برنامه های روانشاد احمد ظاهر بود و وقتی خواندم و از صحنه رفتم و گفت این شعری کی بود؟ من گفتم شعری استاد لایق. به گفت چه خیلی غزلی زیبا است، من چه خیلی آشنا شدم. بعد من کتاب برآوردم گفتم نشر شده است. بعد همان ما همین حدودی مثلا 20 روزی که در افغانستان بودیم و هر روز 2 تا 3 کنسرت هم بود، هر روز میبرآمد و یک شعر از یک غزل از کتاب استاد میخواند که برگردان کردن. ما سریلینگ میخواندن برگردان میکرد و اینقدر زیبا میخواند. امان اشکریز اینقدر و مردم افغانستان اینقدر خوش قبول کردند که من احساس کرده بودم اونجا که ببینید شعر مثلا شعری ناب، شعری نغز در هر کجا باشد مردم نغز مییابد، کفکوبی میکنن و شاعرش در مقام بالا می نشیند. من مشرف شده است که کتاب دفتر شعرهای استاد را خوانم
بعد مرگشان افسوس خواندم و در خانهشان رامیش جان پسرشان داد که ببینید و هر یک روز اگر یک بیت نوشتن ساعت دقیقه روز قید شده است اونجا و هر مثلا از یگون محفل از یگون مجلس یگون چیز هر بحثی شده است یک بیت نوشتن و ساعت دقیقه این هم برای من درس بود که مثلا ببینید چقدر جدی رفتار میکنن استاد برای و یادم آمد که کتاب مثنوی معنوی را با خط فارسی کتاب استاد عبدالمنان نصرالدین بود که از دست استاد لایق گذشته است. بعد من خواندم برای من یک مکتب بود. میدونید بانو جان هر کجایی که خواندن استاد یک کلمه تاجیکیه که به خودشان معقول شده است و واقعا در شعرهاشون هم میبینید و در تگش یک خطکی به قلم خدشه ماندن که برای من خیلی هر مانند یک گوهر میچینید که از درون یک اقیانوس گوهر میچینید بهترین کلمه ها رو انتخاب کرده در تگش از مثنوی کلمه های تاجیکیه قید کرده رفتن. من بعد اون کتاب خواندم بعد از یک کتاب دیگری از کتاب کریلی مثنوی معنوی گلبیت های مثنوی رو انتخاب کردم و خوشبختانه بعد مقایسه دیدم که همون جاهایی که استاد خط کرده بودن در ذهنم نشسته است و از همون بیت های هم انتخاب شده است. تشکر زیاد استاد عزیز برای صحبتی پر محتوا سپاسگزاریم. امروز در بینندگان ما از لحظه های عمری لایق شعرعلی برخوردار شدند. این برای آنها هم غذای معنوی بخشید هم دانستند که شاعر زنده‌یاد شاعر دلها لایق شعرعلی چگونه شخصیت بود چگونه زندگی کرده است با کیها هم نشین بود و خصلت های حمیده او چگونه بود مثلا خاکساری و بزرگی استاد لایق نیز در آن است که هر نفری که صحبت میکنیم درباره خاکساری استاد لایق یادرس میکند و آدمانی بزرگ نمیمیرند. از این نوبسته از آن که اگر استاد لایق زنده می بودند باز چند صدها کتاب دیگر ممکن دهها کتاب های دیگر افشا می شد ولی این آثار امروزه استاد لایق شعرعلی نیست برای تربیت نمودن نسل امروز همچون انسانی کامل خدمت خواهد کرد. خوش آمدید استاد عزیز برای صحبتی گرم و صمیمی. باید مسئله خاکساریشون باید گویم که مثلا خاکساری استاد نه آن خاکساری بود که مثلا شکسته و فرو افتاده و این خیلی باشد. غروری استاد لایق خیلی بلند بود. غرور ملی که استاد لایق داشتند و تا آخر ملت خلق تاجیک گفتن رفتن بالاترین و در پیشتاق همه غرورها نوشته می شود. اما واقعا بزرگان فروتن می شوند. جوشان جنت باشد. من پیش از آن که استاد لایق آخرین بار از اینجا سفر کردن ما یک شب تا صحبت داشتیم در قیراقوم در لب بحر تاجیک صحبت داشتیم و استاد همه قصه های بچگیشان گفتن سرگذشتشان گفتن که با چند کس البته نقل کردن که نوشتند و درباره محیط ادبیات تاجیک آن مردم درویه‌ای که مثلا زیایی نام دارند اما میفروشند درباره اونها صحبت کردند. دلشان پر درد بود. قصه های مثلا سرگذشتی خودشان گفتن از چند جا دل شکستگی هاشون گفتن. مانند یک وصیت بود که خودت احتیاط کن شما خودتان احتیاط کنید و بدانید که این مردم هم خیلی هستند و حالا هم هستند مثلا حاضر هم هستند خصوصا در همان موضوع محلگرایی که تا آخر عمر در دل استاد یک جراحت بود درد بود که از این مرض محلگرایی بیرون میشویم و میشناسیم ما تاجیکستان یک لخت میشناسیم تاجیکستان که واقعا پایه و مایه خراسان بزرگ و مثلا
این وطنی که با تمام عالمیا سردفتر ادبیات فارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی را داده است و اینقدر مقام بلند دارد کی میشناسیم. با همین درد رفتن استاد و اون سنگ بیت سری سنگشان همینجا گفته رفتن در صحبت آخرین گفتن که این بیت سنگ گوری من است پسرم، در روی جهان نماند به من ای خاک ای گور درود بادت از من این بیت را برای پسرم رامیز هم دادم که در کامپیوتر ماند و روی سنگی مزار من ماند. استاد روحشان شاد بود. در گمان میکنم درباره استاد اگر صحبت کنیم و نه تنها ما که یک بار دو بار واخوردیم و اینقدر دنیا معنویات برداشتیم، هر کس میتواند فقط درباره یک کتابشان که واقعا درباره یا یک شعرشان که واقعا نمونه بهترین شعر تاجیک در همه دور و زمان ها هست صحبت کند و روحشان را درود بفرستد و چیزی ببردارد با نام محبت و مانند همان آفتاب بارانی که شما میگویید. تشکر استاد. سلامت باشید. شما استاد عزیز، واقعا ما نسل خوشبخت هستیم که هم از آثار بی‌گزند بزرگان ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و فارس و اینچنین ادبیات معاصر تاجیک برخوردار هستیم، بهره میگیریم و اطمینان دارم که اشعار استاد لایق 100 ساله و 1000 ساله های دیگر برای بازگشتن معنویات نسل های آینده و نسل امروز خصوصا خدمت خواهد کرد و خدمت کرده ایستاده است. من بازم دلم که سلام بگویم با یک شعر استاد، شعر بهاریشان که همیشه نوروزی بودن استاد. ای بهار سبز و تر شاد آمدی، ای جمال بحر و بر شاد آمدی، تازه کاریهات را قربان شوم، مثل یک صاحب هنر شاد آمدی، در دلم کردی نظر با چشم گل جمال و گل نظر شاد آمدی، ای بیا گل گفته و گل بشنویم، گل بدامان گل بسر شاد آمدی. نوروزتان مبارک باشد، بهارتان مبارک باشد، با یاد عزیزان باشید، با خودتان باشید، خودتان را احتیاط کنید. تشکر. شامید باری دیگر. تو در دنیای من هستی ولی دنیا نمیداند، تویم دریا دلی کردی یگان دریا نمیداند، غمم را میخوری هر دم غمت را میخورم من هم، چنین غمخوارگی دنیای بی‌پروا نمیداند. خطاکار است این دنیا، خطای ما و تو از اوست، ولی او سبک اصلاح خطاها را نمیداند. در همینجا برنامه نوبتی آفتاب باران را حسن انجام میبخشیم. تا هفته آینده سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.